2018 روزی سه‌شنبه است و فردا مرافعه سعودی برادر جنیدالله خدایارف برگزار می‌گردد و در نظر است با این مرافعه دیگرگونی‌های را انتظار هستیم و می‌خواهیم که محکمه حکم عادلانه با جنیدالله خدایارف صادر نماید تا اینکه شخصی که اصلا هیچ گناهی ندارد بدون گناه مجازات نگردد و دیگر با این مضحکه هایی که دادگاه های کشور با فرمایشات بعضی مقامداران عمل می نمایند چنین کردار خود را ادامه ندهند و واقعا اگر شخصی گناهکار است طبق آن جنایتی که صادر نموده است یعنی مجازات گردد، نه اینکه با اتهامات ساخته و بافته که شخصان و شاهدان اصلی از آن شهادت های خود صرف نظر نمودند و یا زیر شکنجه و یا زیر فشارهایی که به آنها وارد گشته است آنها شهادت دادند، مثل امام مسجد یحیی که جنیدالله خدایارف آنجا زندگی میکرد و با جرم سلفیت و 5 سال زندان محکوم گشته است. و در این مدتی که ما فلش موب خود را اعلان نمودیم قبل از اینکه محکمه یعنی که حکم خود را صادر نماید ما فلش موب های را انجام دادیم و البته از دولت های روسیه، از دولت لهستان، از دولت فرانسه، آلمان و از در عموم از 8 دولت برای ما و در شبکه های اجتماعی فلش موب ادامه پیدا کرد و این چنین ما نامه های را به مؤسسه های حقوق بشر ارسال نمودیم و این چنین یک قطار مقاله های را در مورد حکم عادلانه که در مورد جنیدالله خدایارف یعنی که محکمه حکم صادر نموده بود این چنین ارسال نمودیم و در مقاله های گوناگون آن را در شبکه های اجتماعی و سامانه کمیته که با نام زندانیان است نشر نمودیم و این چنین در نظر است که ما این یعنی که عمل خودمون قاطعانه ادامه میدهیم و تا اخیر در این یعنی که راهی که اختیار نمودیم برای رهایی همه زندانیان سیاسی انشاءالله اقدامهای خودمون انجام میدهیم. بار دیگر از محکمه و از آن اشخاصی که در زندان شدن جنیدالله خدایارف همچنانی که کمک نمودند تا اینکه زندانی شود این چنین در این روز برای اونها فرصت خوبی است تا اینکه کمک نمایند تا اینکه دوباره این یعنی که شخص آزاد گردد و در حالی که هیچ گناهی ندارد و شخصی که گناه ندارد جای او زندان نیست و برای ما بسیار دلیل های خیلی یعنی که عجیب همین صبح برای ما رسید در مورد چی در مورد آن جنایت هایی که اشخاصی که در مورد جنیدالله خدایارف جنایت های انجام دادند و کی در پشت این میستد در دست ما همش مستند یعنی که رسیده است و فعلا نمیخواهیم کسی را در این مسئله قبل از اینکه محکمه حکم خودش صادر نماید نمیخواهیم یعنی که چیزی بگیم، ولی اگر در حالتی که محکمه بار دیگر یگان حکم صادر نمود که آن یعنی که غیر عادلانه باشد حتما در این قضیه باز یعنی که ما هم اقدام های خودمون علیه آن اشخاصی که در این مسئله و در این قضیه و در زندان کردن این شخصی به گناه دست دارند حتما ما یعنی اقدام های خودمون انجام میدیم و این چنین ماه اکتبر ماهی هست که زندانیان سیاسی که از طرف سازمان ملل متحد و جامعه های حقوق بشر مدافع حقوق بشر برای رها نمودن محمد علی حیید و برای رها نمودن
زید سعیدوف که مهلت گذاشته بودند که 180 روز، البته اونها هم به آخر رسیدند و اگر در حالت یعنی رها نکردن جنایدالله خدایارف ما تصمیم میگیریم تا تظاهرات سراسری در آلمان و در چند دولت‌های اروپایی و اینچنین در نزد سازمان‌های حقوق بشر انجام میدهیم و این یعنی که حقوق پایمال شده این زندانیان سیاسی که اصلا هیچ جنایت صادر نمودند ولی با تهمت‌های واهی زندان گشتند، حتما ما یعنی که طلب می نماییم تا اینکه رهایی آنها را بدون هیچ قید و شرط آزاد نمایند. برای اینکه چنین کارهای نشود تاجیکستان به این هم نامش در فهرست دولت‌های فساد زده و در فهرست دولت‌های یعنی خیلی از نگاه حقوق بشر پایین است، باز هم نام این دولت را، نام کشور عزیزمان را پایین‌تر در نزد جامعه جهانی نبرد و برای اشخاصی که میخواهند منافع شخصی خود اونها زیر خطر نباشد و مانند خوب دیگه خوب میدونیم اشخاصی که پشت این قضیه ایستاده است، نام دولت را زیر سوال نبرد. نام دولت را در نزد جامعه جهانی و یک دولت دیکتاتوری که حکم‌های مستبد و ناعادلانه از طرف محاکم یا دادگاه‌های این کشور صادر می‌گردد باز هم پایین‌تر نبرد. و این خاطر قاطعانه طلب می‌نماییم آنهایی که در پشت این یعنی که سناریو یا در پشت اجرا شدن این مسئله می‌ایستند حتما بازنگری کنند، چنانه که انجام داده بودند کاری را که زندان نمودن جنایدالله را کوشش کنند در آزاد نمودن اون هم بار دیگر دست به کار شوند و عملهایی که میتوانند آنها را پیش وجدان خودشون یعنی که تا اینکه پاک یا تازه باشند گناهان خودشون با رها کردن و کمک کردن در رهایی این زندانی بیگناه یعنی که انجام دهند و انشاءالله فلشموب ما ادامه پیدا میکند تا یعنی که رهایی جنایدالله خدایارف و از تمام برادران خواهش می‌نماییم این روز که آخرین روز است که فردا یعنی که محکمه است در این قضیه بی‌طرف نباشید و صداهای خودتون و با عکس گرفتن و با نوشتن هر چی که برای آزادی این زندانی که برای مبارزه بر علیه فساد مبارزه برد و زندانی گشت حتما در شبکه‌های اجتماعی و نمایش گذارید تا اینکه ما با جامعه جهانی نشان بدهیم که ملت تاجیک نمیخواهد که هیچ فردی این کشور و این ملت چیکار نشود بدون گناه و بدون جرم زندانی نگردد و امید داریم که محکمه دادگاه یعنی که کشور در این مسئله به تفاوت نمی باشد و اون یعنی که دادگاه و اون دادگستر یا اینکه اون سودیه‌ای که میخواهد حکمی فردا صادر نماید از اون هم در این مسئله قاطعانه طلب می نماییم که آنچه که این مردک در کیفر اعمالش وجود دارد طبق اون حکم شود، نه با اون حکم هایی که تا امروز ساخته و بافته و یعنی که زکست کردن یا اینکه شخصانی که پشت این میستند اونها را یک طرف گذارد و حکم خودش حکمی همچون حکم عادلانه در مورد جنایدالله خدایارف صادر نماید و انشاءالله امید داریم که عملهایی که ما برای یعنی که رهایی این زندانی و دیگر زندانی های سیاسی میکنیم نتیجه های ملموس و خوبه یعنی که به بار آورد. وقتی که میخواستم این نوار ثبت گردد برای من یک زن تماس گرفت و خیلی گریه میکرد. وقتی پرسیدم سبب گریه شما چی است مادر، گفت من خب الان نمیخوام اسم اون زندانی را بگیرم، مادری یکی از اون زندانی های هستم که با تهمت و با دروغ 23 سال زندانی گشته است و 6 فرزند داشته است. من مادر اون هستم و گریه میکرد که من یقین میدانم که پسرم بیگناه است ولی اونا با تهمت های دروغ و بافته یعنی که با 23 سال زندان محکوم نمودند و ما میدونیم ملت تاجیک در این مسئله هرگز به تفاوت نیستیم و انشاءالله که برای هر یک زندانی که در کشور بیگناه یعنی زندانی گشتند
البته پس از تحقیق و بررسی قضیه ها و دیله های اون زندانیان، همه آنهایی که زندانی هستند، برای اونها و برای رهایی اونها کمیته نجات زندانیان سیاسی حتما یعنی که کمیته اقدام های خودمون ان شاء الله که عملی می نماییم و این چنین در ارسال نامه ها و در ترتیب دادن ژورنال و در انجام آن عمل هایی که سبوکی ها با زندانی های سیاسی و با زندانی های بیگناه تاجیکستان یعنی که در کشور صورت میگیرد حتما اقدام های خودمون میکنیم و با این خاطر از دادگاه های کشور قاطعانه طلب می نماییم که آبروی کشور ملت را با فرمایشگرانی که برای شما فرمایش می دهند که حتما این باید 25 سال زندان شود در این قضیه ها خوب دقت نمایند و چنانه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه قاضی در آتش دوزخ است. البته قاضی های ما همین یعنی که سودیه ها هستند. قاضی در آتش دوزخ است اگر عادل نباشد. پس حکم عادلانه شما را در این مسائل و در قضیه هر یک فرد ملت از شما انتظار هستیم و خودتان در نزد این ملت برای بعض فرمایشگران یعنی که نامهای خود را سیاه نسازید. سلام علیکم و رحمت الله.